پریخ‌ها و اهمیت آن به آدمان این موضوع امروزه پیچ‌وتاب زمان است. یک شخص عادی که ما رو می‌بیند و می‌شنود فکر می‌کند که من چی علاقه دارم به پریخ‌ها. ارچه ها رو میبرد، هیزم میکند، میبرد، ولی عاقبتش رو فکر نمیکند. در وادی به ما آب نمیرسد. شخصانی که در کوه‌ها زندگی میکنند میتوانند که به آبی آشامیدنی مانند. تا 35-40 لیتر آب خارج میکند گفتیم. این باعث سالقین نگاه داشتنی هوای اتمسفری و اقلیم میگردد. 75% پریخ‌ها در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان جای گیرند. سالهای آخر شما نگاه کردید شدید که با بارشات اتمسفری قریب نیست. و به همش به زمینه‌های علمی در کار و به سراسرش ما در کار نه. به همین خاطر پیشکی علاقه گفتن که سال 2025 به بین المللی میشه همه فکر و اندیشه‌شون همونجا میگن.